ما الان بعد از جیرفت هستیم. جیرفت تا بم تا دیوکی 12 تونل داره که ابری تونلش رو داخلش هستیم. نامگذاری این تونل ها چون 12 تا هست بر اساس چی؟ بر اساس 12 ماه سال شمسی هستش که اولیش از سمت جیرفت و آخریش نزدیک یا اول بکری بمشه، بخشی به نام بکری که هوایی بسیار جذاب و خنک در تابستان، برف و تا بارون در زمستان داریم. حتما اون رو نشونتون میدم. اولین ماه از سال فروردینه. اولین تونل از سمت جیرفت هم چیه؟ فروردینه. اولین تونل رو گذروندیم و بعد از اون تونل وارد یک اتوبان خیلی جذاب دو طرف کوهستان و سمت راست هم یه دره یا رودخونه محلی هستش، تقریبا دره مانند. اگه دقت کنید دره مانند، دره خیلی عمقی نداره، شکل رودخانه است به عبارتی. یعنی رودخانه فصلی زمانی که برف یا باران از این کوه‌ها و این کوه‌ها سرازیر میشه، درون این رودخانه میاد، بخشیش میره سمت رشته کوه جبال بارز، بخشش میره سمت سد جیرفت، شهر جیرفت و این گونه موارد، و عمدهش میره در چاه‌ها و چشمه‌ها، قنات‌های پای کوه‌ها میره که مردم جیرفت و دیوکی و روستای اطراف این ازش برداشت میکنن و خود استفاده میکنن، کارهایی که خودشون میدونن. ببین یه اون رودخونه هستش، این رودخونه رو حفظ کردن که برای این گونه مواقع قشنگ معلوم به اون رودخونه. و این هم تونل دوم، تونل اردیبهشت. تونل خرداد، تونل اردیبهشت رو رد کردیم، یعنی بین همین مسیره بود که ما حواسمون بهش نبود. این تونل سومه، تونل ماه سوم، خرداد ماه ما. تونل اردیبهشت بین این خرداد و فروردین و ما چون سرگرم ویدئو بودیم اون رو ندیدیم. ولی انشاءالله ویدئوهایی که بساب تونل های چهارم به بعد حتما فیلم میگیرم براتون. این همچنان این جاده جذابیت خودش رو داره. بله، جاده خیلی جذاب به طرف کوهستان، کوههای خیلی قشنگ سنگی. رنگ کوهها هم در بعضی جاها قهوه‌ای و جاها قرمز یا زرشکی به عبارت، یا نمیدونم چرا، احتمالاً معدنی هستن این کوهها 100%. چون کوههایی که فلزات داخلشون مثل آهن، مثل مس، بقیه چیزها، رنگ کوهها فرق میکنه با محیط، داره واکنش نشون میده دیگه. واکنش نشون میده. این کوههای زرد رنگ هیچ کنن، خاک و سنگی معمولیه. کوه قرمزون دورا انگار با فلزات عجین شدن. نزدیک تونل پنجم هست. به به، چقدر جاده قشنگ، ما رو یاد جاده چالوس میندازه. کنم پیچ کامل، یه دایره کامل 360 درجه ما دور زدیم. 80 بیشتر 60 درجه شد، کامل برگشت تو مسیر قبلی و نزدیک تونل شماره 5، یعنی تونل تونل چهارم، تیرماه بینید. شماره شاه هم یادمون رفته بچه ها، شما منو یادآوری نمی‌کنید چون ما تونل اردیبهشت رو ندیدیم. خرداد
نزدیک تونل شماره 5 هستیم. تونل قبل شماره 4 بود، تیرما. الان تونل 5 یعنی مرداد ما هستیم. خیلی قشنگه، خیلی جاده و مسیر قشنگی داره بین جیرفت و بم. و بعد هم تونل شماره 6 یعنی تونل شهریور ماه. ببینید شهریور. و بعد از اون هم تونل مهرماه پشت سر همه. رشته‌کوهای بزرگی هست تونل مهرماه. و بعد هم تونل آبان. و این مگس هم ولکنه ما نیست، تونل آبان. و بعد تونل آذرماه. و بعد از اون هم دیما. تونل دیما نزدیک میشیم. به جانم. بین تونل دی و بهمن کمی فاصله است. و بعد 12 دو تا تونل دیگه ما داریم، بهمن و اسفند. خیلی جذابه نه؟ این تونل ها میگن در زمان شاه مرحوم جناب محمد رضا پهلوی ساخته شده، در دوران پهلوی ساخته شده و این کار بسیار بزرگی بوده. میدونید دوران پهلوی دوران شکوفایی جاده های ایران و اقتصاد ایرانه. قبل از اون قاجارها بودن که مردم با شتر و اسب و الاغ این مسیرها رو طی می‌کردن. سبقت نکن، سبقت نرو. اینجا هم یکی از روستاهای بین راهی به نام روستای سقدر بین جیرفت و دهبکری واقع شده و روستایی هستش که جدید در کوهستان هستش. غذاهای خیلی جذاب، خوراکی‌های سنتی به مردم ارائه میده و در حال رشده. خدا رو شکر میکنه که مسافرین هم باعث رشدیه که شهر و روستا علم خصوص در جاده ها میشن. این روستاها خیلی آباد شدن. خیلی بخشی که جلوی ما هست بخش دهبکری هست که هنوز بهش نرسیدیم. روزی روزگاری این بخش یک روستا بود، مثل روستای سقدر که الان از اون گذر کردیم. رودخونه محلی این روستا هستش. اینجا مردم به کشاورزی و دامپروری مشغولن و میوه های سرسیری و خصوصا گرمسیری زیادی دارن. در تابستان اینجا مملو از میوه های تابستان است، مثل زردالو، بلو، گیلاس و خیلی میوه های دیگه که نوری،
زردالو رو که گفتم خیلی میوه‌ای تابستانه. گردو هم یکی از محصولات این مجموعه کوهستانی هستش. در این کوهستانی که رشته کوه جبال بارز نامیده میشه که بخش از رشته کوه جبال بارز رو داریم طی می‌کنیم، انواع و اقسام محصولات مرکباتی و میوه‌ای داره. تونل شماره 10 یعنی دیما رو رد کردیم و در 10 کیلومتری جلوی ما، شاید هم 20 کیلومتری، تونل بهمن ما هستش، تونل شماره 11. تونل شماره 11 یعنی بهمن ما. تونل طولش کوتاهه، فکر نمی کنم بیشتر از 20 متر باشه و بوده و الان دیگر نیست. این هم یکی از روستاهای جاده‌ای و بین جاده‌ای جیرفت هستش به نام محمدآباد مسکون. روستایی که قدیم آبادی کاملی نداشت و الان آباد شده. خاطر حضور مردم در این روستا آباد کرد، کشاورزیش آباد شده و خوب شده نسبت به گذشته. چیزی که من میبینم نسبت به گذشته خیلی زیباتر. مغازه های بین کنار جاده‌ای این روستا باعث شده که جلوه خوبی به این روستا بده. پس تونل شماره 11 رد شدیم. تونل بعد تونل شماره 12 یعنی تونل اسفند ما. اسفند که وصل میشه به بهار. بهار ما دهبکریه. دهبکری جایی که خوش آب هواترین نقطه بم زیبا با بخش دهبکری. بعد از اسفند ما وارد دهبکری میشیم. مرز بین بم و جیرفت
تونل اسفندماه هستش. اگه زمانی گذرتون استان کرمان خورد، حتما از بم زیبا دیدار کنید، از جیرفت درخشان زیبا دیدار کنید، از تونل های 12 ماه و رمزآلود و ساخته شده توسط پهلوی دیدار کنید. کشور ما زیباست، کشور ما 4 فصل. دوستانی که در کشورهای دیگه اروپایی، آمریکایی، آفریقایی همسایه در حال سکونت هستن، دلشون برای این جاده ایران تنگ شده. دوستتون دارم عزیزان. در نزدیکی آخرین تونل مرموز بین جاده جیرفت و بم هست. تونل هایی که زیبا در نقاط خیلی جذاب ساخته شده. هر روزگاری تمام مردم از تجارت می‌شدن و الان کمی متفاوت شد. تونل اسفندماه، آخری تونل بین جاده جیرفت و دیبکری، جاده بین جیرفت و بم و طولانی ترین تونل هستش و بعدم وارد محدوده شهر بم میشیم. از این هم دیبکری، محدوده دیبکری هستیم و اون پایینا که جلو میریم بخش زیبای دیبکری شهرستان بم هست از توابع استان کرمان. قشنگ اونو معلوم میشه